همچنین روزی ما عازم این مأموریت شدیم. امروز 25 آگوسته. 25 آگوست؟ خدای من، چی شد؟ فراموش کردم به دوستم سوهان زنگ بزنم. امروز تولدشه. سوهان؟ آره، اون دوست قدیمی منه. اهل هوستونه؟ نه، اهل بمبئی، هند. اهل هنده؟ آره. دقیقا سعی داری چی کار کنی؟ میخوای ساعت 5 صبح به یه نفر تو هند زنگ بزنی؟ حق با توه. خب حالا که چند ساعت قبل از تماس با اون وقت داری، چرا راجع به دوست سوهان برام تعریف نمی کنی؟ خب از کجا باید شروع کنم؟ سوهان، بذار از قبل از آشنایی با اون شروع کنم. اون آدم عجیب و غریبی بود. خانم ها و آقایان، 18مین مراسم سالانه فیلم فیر خوش آمدین. اجتماعی از فوق ستارگان و کارگردانان بزرگ. جایزه بهترین خواننده زن لتا منگشکار، بهترین بازیگر مرد نقش مکمل ششی کاپور، بهترین بازیگر زن نقش مکمل ممتاز. جایزه قهرمان ملی تعلق میگیره به ملوچ کمار. قهرمان رمانتیک راجیش کانا. سلطان تراژدی دلیپ کمار. بهترین بازیگر زن نوتن. و حالا خانم‌ها و آقایان، میدونم که همتون برای دونستن اسم بهترین بازیگر مرد سال خیلی بیقرارید، من که نه. پس با گوش جان بشنوید. جایزه بهترین هنرپیشه مرد سال تعلق میگیره به سوهان کاپور. متشکرم، خیلی متشکرم. شب همگیتون بخیر. متشکرم از جشنواره فیلم فیر، هیئت داوران و خانم مینا. در اینجا میخوام از تمام مشتاقام تشکر کنم. کاکا، امید، گرم، سنجیو، شامی، ششی، راجی. خیلی متشکرم و به امید پیروزی‌های بعد. در زندگی من شخصی هست، در واقع تنها کسیه که خیلی خیلی برام مهمه. میخوام تشکر کنم از بس که تلفن همراه یه نفر داره زنگ میزنه، میشه لطفاً خاموشش کنین؟ متاسفم، مال خودمه. ببخشید. ویکاسه، منشیمه. بله ویکاس. از طرف باجیرو یه نقش دوم بهتون پیشنهاد شده. از طرف باجیرو؟ نه، یعنی از طرف دوست دوکاراو. نکنه قراره تخت روانی باجیرو رو بلند کنم تو فیلم بگردونم. چند دفعه بهت بگم نقش دوم نه، من فقط نقش اول میخوام. ببخشید دوستان. داشتم میگفتم عموی کوچیکم و میبخشید شرم آوره. عمو جون، الان داشتم راجع به شما حرف میزدم. میشه 2 دقیقه دیگه بهم زنگ بزنی؟ من در حال سخنرانی. از صبح تا حالا دارم زنگ میزنم، اون وقت هنوز خوابی؟ عمو جون گفتی خواب؟ بله عمو جون. سوهن، فوری بیا دفترم، باید باهات حرف بزنم. مشکل بزرگی پیش اومده. عمو جون الان میرسم. سوهان قهرمان من، سوپر استار من. عمو جون رفت تو سبت. آفرین. توی فرقی عمو جون چه مصیبتی پیش اومده که صبح به این زودی منو بیدار کردی؟ چاره جزی نداشتم. من میدمش. ببخشید من سعی کردم کمکتون کنم، دیگه نمیکنم. برای این میخوای کمکم کنی چون من یک کتوله هستم؟ نه عمو جون قد چیه؟ مهم تیپ آدمه که شما اون بالاهایی. درسته. دوست واقعی من هستید. دوست واقعی من. بله. شما معاون جدید اینجایین؟ بله قربان، پندی. آقای پندی، از این به بعد موقع ورود به دفتر من اول در بزنین. ببخشین آقای کوچیک. چی گفتی؟ کوچیک قربان. دوباره بهم گفتی کوچیک؟ نمیدونم پدر و مادرم چه فکری کردن که اسم منو کاملا هماهنگ با قد و قوارم انتخاب کردن. کوچیک قربان.
بابا رو تو برم کوچیک. اصلا بهتر آقا سلام کنین. چشم آقا. آفرین. قربان اینه. کی بیاد کن بشینید؟ ببخشید آقا. دیگه هیچ وقت مقابل من نشین، میفهمی؟ قربان این جواز کوچیک قربان. چی؟ گفتی جواز چیه؟ جواز یه مغازه کوچیک. بس جواز کوچیک نبوده، جواز یه مغازه کوچیک بوده. اینی که خودم میبینم، ولی این واسه کی هست؟ برای آقای رشید. آقای پندی ببینم آیا شما همه این کارا رو عمدن انجام نمیدین؟ چه کار عمدی قربان؟ چون شما میدونین که من شما چی قربان؟ چون که من یه کوتولم واسه این کوتوله. چی قربان؟ من چطور میتونم چه فکر بکنم؟ چطور میتونم چه تصوری؟ خیلی خوب آروم باش احساساتی نشه باشه. خودکار رد کن بفرمایید. من متشکرم. اینم امضا کوچیک سنگ. خیلی خوب بگی برو. متشکرم قربان. خواهش میکنم. قربان من بله آقای پندی. قربان امروز نیم ساعت مرخصی میخوام. البته مرخصی رو چی میخوای شیطون؟ قربان بچه کوچیکم دیشب تب کرده. بچه کوچیکه؟ بیرون برو بیرون دیلاغ لندهون برو بیرون. لازم نیست خنده خودت قایم کنی پسر جان. خیلی زود این اشکای شادی به اشکای غم تبدیل خواهد شد. حالا میبینی امروز صبح یک احضاری اومده. تازه اولیشه از طرف وکیل پیا. 1 سال پیش آقای سوهن کاپور و خانم پیا گویل از یکدیگر جدا شدند. در آن زمان دادگاه مقرر داشت که اول هر ماه شوهر یعنی آقای سوهن کاپور برای همسرش خانم پیا به عنوان خرجی یا نفقه یک چک به مبلغ 25,000 روپیه بفرستند. ولی اکنون پس از گذشت 1 سال آقای سوهن کاپور برای خانم پیا به عنوان خرجی یا نفقه حتی یک چک هم نفرستاده است. به خاطر همین بی‌توجهی آقای سوهن کاپور خانم پیا گویل دچار صدمات مالی و جسمی و روحی فراوانی شده است و از آنجا که ثابت شده خانم پیا گویل برای احتیاجات ماهانش نمیتواند با آقای سوهن کاپور اعتماد کند، لذا به این دلیل تمام خرجی یا نفقه 1 ساله را که به طور دقیق معادل 5 میلیون روپیه می باشد به صورت یک جا درخواست می کند. 5 میلیون روپیه؟ بنابراین طبق این احضاریه تو 1 ماه وقت داری که مبلغ نفقه رو بپردازی. بله سوهن جان. ای بابا سوهن اینجا نگاه کن. تو با بگی. ای بابا میدونم چی کار کنم. این خندیدی ها؟ همون جون میدونی من شنیده بودم که زهر رو با زهر معالجه میکنن، ولی برای اولین بار دیدم میشه با شوک یه نفر از شوک بیرون آورده. 5 میلیون روپیه. عمو جون من از کجا 5 میلیون روپیه گیر بیارم در حالی که پول ندارم حتی قبض آب و برقمو بدم؟ به علاوه 3 ماه هست که کراخونم عقب افتاده. قانون به این چیزا کاری نداره بابا جان. دادگاهی رقمو تعیین کرده و تو تا امروز 1 روپیه از اون پول به پیا ندادی. ولی عمو جون پیا چه احتیاجی به پول داره قربونت؟ این من بدبختم که کار ندارم، اون باید به من خرج بده. باشه وقتی شما از هم جدا شدین تو کار داشتی و پیا نداشت، درسته؟ آره درسته. ولی حالا اوضاع کاملا برعکس شده عمو جون. خانم شغل دارن، یه شغل خوب، اونم تو نیویورک. در ضمن یادت باشه به دلارم حقوق میگیره. این منم که هیچ شغلی ندارم عمو جون. بیا بریم دادگاه این پرونده رو معکوس کنیم و شما برای من خرجی تعیین کنی. چطوره؟ باریکلا. خب چقدر میخوای؟ فکر کنم ماهی 50,000 روپیه. 50,000 روپیه الان گردن تو خورشید. آره از ایده من خوشت نمیاد. نه خیر به هیچ عنوان. تا حالا کاری رو جدی گرفتی؟ این یه پرونده حقوقیه. از 1 سال پیش تا حالا تو حتی 1 روپیه هم به عنوان خرجی به پیا ندادی. اگه بریم دادگاه خودمون گیر میافتیم. چی کار کنم عمو جون؟ کار گیرم نمیاد. تمام پولی هم که برام مونده بود خرج بدنسازی عکس انداختن کردم. حالا کجا 5 میلیون روپیه بیارم؟ هر طور شده باید پولو جور کنی پسرم، وگرنه میری هلوفتونی و دور خودت میچرخی نش میکنی. من نمیرم زندون. اگه من برم زندون رویای سوپر استار شدنم و آب که هیچی طوفان نوح میبره. درسته. من خلاص میشم ولی شما نه. پس یه فکری بکن. من فکر کنم من یه فکر عالی کردم. فکر عالی. گفتی طوفان نوح؟ من فکرشم نمیکردم که پیا به همچین کاری دست بزنه. نمیدونم داره انتقام چی رو از من میگیره. چرا میخواد منو بندازه زندون؟ ببینم این چیه؟ دارم فلاش بک زندگیمو نشونت میدم تا شاید یه فکری به حالم بکنی.
افرادی که با عشق زندگی می کنند خوشبختند، اونهایی هم که به خاطر عشق می میرند بدبختند. داستان ما خیلی طولانی عزیز دلم، گرچه ما از هم دوریم ولی به هم نزدیکیم. हमको मालूम है इश्क मासूम है, दिल से हो जाती है गलतियाँ, सब्र से इश्क महरूम है। हमको मालूम है इश्क मासूम है, दिल से हो जाती है गलतियाँ, सब्र से इश्क महरूम है। हमको मालूम है इश्क मासूम है, दिल से हो जाती है गलतियाँ, सब्र से इश्क महरूम है। اگه اون شب شما اون ایده مزخرف و راجع به فرار من و پیا و عروسی باهاش نمیدادین، امروز وضع من این نبود. من نمیتونستم ناراحتیتو ببینم. تازه از کجا میدونستم پیا اینجوری عذاب در میاد؟ خیلی معصوم به نظر میرسه. معصوم؟ हुआ जो जमाने का दस्तूर है, मानी नहीं। डैड नाराज था, मेरी बर्बादियों का वो आगाज था, इश्क का एक ही एक अंदाज था। वो नाराजी हुए, हम भी बागी हुए, बेकरार हम फरार हो गए। हमको मालूम है इश्क मासूम है, दिल से हो जाती है गलतियाँ, सब्र से इश्क महरूम है।
نه اون مجرد آقا. آقا شما نخواستی بودین آقا؟ بعدن بهت زنگ میزنم. دستیارم میگه که تو ازدواج کردی، حقیقت داره؟ بله آقا، با پیا، همون دختره که با هم اومده بود دفتر شما. اون عیالم بود آقا، پیا. گفتی عیالت؟ اگه تو روزنامه چاپ بشی که اون پیشه من متعهله، دیگه کی میاد این فیلمو ببینه؟ من میلیون ها روپیه ضرر میکنم. اگه میدونستم تو متعهلی هیچ وقت باهات قرارداد نمیبستم. ولی حالا تو باید ازدواجتو از همه مخفی کنی. تا وقتی که فیلم اکران نشده باید جدا از همسرت زندگی کنی. میفهمی چی میگم؟ قراره جایی بریم؟ من نگران یه معذوریتم عزیزم. شاید از دونستنش غمگین بشی، ولی من همیشه همراهتم. من باید یه مدتی از تو دور بشم، فقط 2 ماه. لطفا تحمل کن. قسم میخورم که میرا فیوچر ہے تیری قسم، میرا فیوچر ہے اسمیں پیا. به خاطر آینده است. آیندم به اون بستگی داره پیا. میرا فیوچر ہے اسمیں پیا. من میدونم که عشق بیگناهه. این دله که خطا میکنه. سه ساعت بعد. سردرد گرفتم. ای وای، زندگیم برباد رفت. انشالله سرطان بگیرم که بهت رول دادم. بدبخت شدم رفت. انشالله خودت بدبخت بشی. وقتی با تنی خسته و دلی شکست خورده از روزگار به خونه برگشتم، خونه سوت و کور بود. پیا رفته بود. هرچی تلفن زدم گوشی رو بر نداشت. نامه نوشتم، تمام سال هر روز نامه نوشتم، ولی صدا به اون نرسید. پیای من یه جایی گم شده بود. من امیدوار بودم که یه روزم اون منو صدا کنه، ولی صدای اونم به من نرسید. احضاریه طلاق. وای، اون هاش اونجاست. سرگذشت خیلی غم انگیزه، عاطفی هم هست.
من هنوز نمیفهمم که اون چرا این کارو با من کرد. نامرد بی‌معرفت درست موقعی منو ترک کرد که بیشتر از همیشه بهش احتیاج داشتم. زنها همشون همینطوری هن. درسته. میدونی نمیشه بهشون اعتماد کرد. درسته. همینه دیگه، وقتی پول داری شهرت داری مثل مگس تو رو باید وز میکنن و میچرخن، ولی وقتی گرفتار میشی مشکل پیدا میکنی یه ما مثل جن قیبشون میزن. کسی هم نیست که منو بگیره. من این چیزا رو میفهمم. تنها چیزی که نمیتونم بفهمم اینه که من مادر مرده 5 میلیون روپیه کدوم میگیرم. اصلا نگران اون نباش دوست من، فکر اونه نکن. چون که اونی که گرسنگی میده نونم میده، اونی که تشنگی میده آبم میده، اونی که آب میده مطمئنن نونم میده، اونی که درد میده درمانش هم میده. ما حتما یه حالویی رو پیدا میکنیم که بتونیم ازش 5 میلیون روپیه بگیریم. چه جور حالویی؟ یه سپر بلایی که 5 میلیون روپیه داشته باشه، یه احمقی که راضی بشه 5 میلیون روپیه به ما قرض بده، یه خلوچری که به یه اشاره ما برقصه، یه بیفکری که همه حرفای ما رو در جا قبول بکنه، یه احمقی که هر کاری ما بگیم فوراً انجام بده. ولی یه همچی آدم حالو و احمقی رو از کجا گیر بیاری؟ تو کدوم صورت دنبالش بگردی؟ میبخشیم رد شدیم، اون خیابون پشتیه بود. حرف منو قبول کن، این خونه رو بفروش و به یه زخمی بزن. مگه خونه ارث پدریمه؟ من اینجا مستاجرم، 3 ماه کره خونه عقب افتاده. اون ماشین قدیمی چی؟ چقدر میخرمش؟ 3 ماه پیش فروختمش 50,000 روپیه. خونه اون ماشین که نداری بفروشی، بعد چی واسه فروش داری؟ عمو کلیه‌مو چند میخرم؟ حرف مزخرف نزن. اونی که تو این دنیا هیچ کس رو نداره و سکره ما داره، اون یار یاور بیچاره. اینو من نمیگم، تو کتابا نوشتن دوستان. حالا فقط خدا میتونه ما رو نجات بده. بیا از خداوند متعال کمک بخوایم. کمک؟ تو چی گفتی؟ کمک. خدا جون، ما تا امروز هیچی از تو نخواستیم. درست. ولی امروز ما واسه اولین بار در مقابل دست به دعا برداشتیم، چون چاره دیگه هم نداشتیم. خواهش میکنم یه فرشته بفرست که با اومدنش همه بدبختی های ما رو از بین ببره. خواهش میکنم. چی شد؟ مسکی در میزنن. در و دنگر میزنن. باز که ببینیم کی اومده. سلام دوستان. سلام فرشته. وای اینجوری بود که من مثل یه فرشته وارد زندگی سوهان شدم. دنبال چی میگردی آقا؟ دنبال چی میگردی آقا؟ پیا اینجا زندگی نمیکنه. ولی این آدرس درست مال اینجاست. یکم بگیرش پایین‌تر. یه پایین‌تر. زحمت اینه بده به این بچه خودت. من بچه نیستم آقا. متاسفم. آدرسش کی؟ اون اینجا زندگی نمیکنه، طلاق گرفته. طلاق؟ من طلاق. من باید پیا چطور میتونه با اون جنگلی زندگی کنه؟ پیا کجا؟ اون کجا؟ همش تقصیر من بوده. چی داری میگی؟ من نباید میذاشتم بره. من باید پیشش میبودم. خدایا الان چه وضعی داره؟ چیه؟ آقا تعریف. شما آخه الان وقت تعریفه؟ بذار انگلیسی بپرسید. شما کی بود؟ یعنی هستی؟ لعنتی. تعریف. خیلی متاسفم، راستش من 7 ساله که خارج زندگی میکنم، برای همین معنی بعضی لغت‌ها رو فراموش کردم. متوجه این که بگذاریم من آگاستا راو هستم و بندم آقای چند ساله که تو ایالت تگزاس شهر هوستون زندگی میکنم و عضو ناسا. و کد پستی؟ F517671. خیلی شوته. راست نیست. یکم جدی باشین دوستان، خواهش میکنم. خیلی معذرت میخوام. میدونین من با شنیدن خبر طلاق پیا کنترل خودم رو از دست دادم. بله کاملا درک میکنم. دوستان اگه شما بتونین کمکم کنین و بهم بگین که اون کجا زندگی میکنه، یا شماره تلفنشو بدین، یا آدرسش، یا ایمیلش، یا هر چیزی که میدونین. اون رفته؟ یه جایی دور. اون کجا رفته؟ یه جای خیلی دور. چقدر دور؟ رفته نیویورک. نیویورک؟ بله نیویورک.
حالا که بعد از 7 سال جرأت به خرج دادم و اومدم دیدن پیا، اون رفته نیویورک. بله همین که این میگه. نقشم این بود غافلگیرش کنم. باید قبل از اینکه بیام اینجا بهش زنگ میزدم. لعنتی. سوپر استاد بیجا به نظرم این فرشته نیست، یه حقه. مطمئنی؟ بله مطمئنم. تو پیار از کجا میشناسی؟ شما کی هستین؟ اسم من سوهن کاپوره و سوپر استارم. سوپر استاره. معنیش اینه که شما مالک جدید این خونه؟ ولی شما یه جوری دارین از من سوال و جواب میکنین که انگار پیا رو خیلی خوب میشناسین. فامیلشین یا برادر بزرگشین؟ آقای محترم از حرفای تو اینطور استنباط میکنم که انگار تو خانواده پیا رو خیلی خوب میشناسی. از کجا؟ نه من خانواده پیا رو نمیشناسم، بلکه خود پیا رو به خوبی میشناسم. میخوام باهاش ازدواج کنم چون بهش علاقه‌مندم. ولی پیا با یکی دیگه عروسی کرده، تو اینو نمیدونستی ها؟ الان بهتون چی گفتم؟ نمیدونم چی گفتی. گفتم بهش علاقه دارم. خیال ندارم باهاش وقت تلف کنم. رفیق جان تو سعی داری چی بگی؟ بگو. راستش پیا قرار بود با من ازدواج کنه. ای بابا به نظر من این به کلی مخش. ولی اون با ازدواج با اون وحشی زندگیشو به باد داد. شما دیده بودینش؟ درست شبیه یه گوریل بود. من از همون اول میدونستم که پیا هیچ وقت با اون گوریل خوشبخت نمیشه. اون دسته گل زیبا کجا؟ اون گوریل پشمالو کجا؟ ولی تو هنوز نگفتی که تو اون از کجا میشناختی؟ از کجا میشناختم؟ از کجا؟ ما هر دو توی دانشکده درس میخوندیم. اون امید زندگیم بود، آرزوم بود. بذار عکستو رو ببینم. این من و پیا هستیم. فقط همین یه عکسو دارم. خیلی مراقب باشیم. اون روز برای آخرین بار پیا رو دیدم. خدا میدونه چقدر خوشحال بود. و حالا معلوم نیست در چه حالیه. ناراحت نباش پسرم، ناراحت نباش. ناراحت به جهنم که نرته. خب پس داشتی میگفتی که قرار بود پیا با تو ازدواج کنه، درسته؟ بله. این یه داستان طولانیه، وقت زیادی میبره. نگران وقت اصلا نباش، چیزی که اتفاقا ما زیاد داریم وقته. درست میگم؟ دیدی گفتم هنوزم خوب یادمه. اون روز اولین روز دانشکده بود. بیاین منو ببینی. معذرت میخوام، لطفاً از جلوی تصویر برید. مساویه با MC2. من نمیدونم اون نابغه چطور اینو کشف کرد. هیجان انگیزه. رشتم نابغه است. ساعت چنده؟ وقتی برای روزی خیلی خوب من باید برم. خداحافظ. ای عشق در اولین نگاه. هنوزم اولین روز دانشکده رو خوب یادمه. بستره پررو رو نشونت میدم. اپا موپر فری اپا. خب بعدش چطور شد؟ روزها گذشت و ما با هم صمیمی شدیم. همه جا با هم بودیم، تو همه کلاس ها، شیمی، فیزیک. ما همیشه کنار هم میشستیم. بعد یک روز خب اینم از درس امروز.
نیم ساعت آخر کلاس اختصاص به سوالات شما داره. بله البته. معذرت میخوام. ببخشین. جو کی هستی؟ چی میخوای؟ من آگاست راو هستم، همسایتون. همیشه اینجا میشینم. واقعا؟ قبلا ندیده بودمت. ولی من همیشه شما رو میدیدم. کی؟ خواهرتون اون داره صداتون میکنه بیرون، منتظرتونه. با یه سوال درسی حواست نه نمیتونم. من یه سوال داشتم. بله؟ استاد سرعت یه ذره آلفا در اتم برابر با 5/95 ضرب در 10 به توان 6. حالا بگین سرعت یه ذره آر در اتم اورانیوم 238 چقدره؟ سوال خیلی خوبی بود البته. برو دیگه برو. کتابتون رو انداختیم. آگاستیا داری چیکار میکنی؟ حواست کجاست؟ دست و پا چلفتی؟ چیز داره. من هنوز از اون موقع اینو یادمه، چون من به خاطر اون فداکاری کردم. Hey baby, hey baby. कल रात मैं तुम्हारे कॉलेज में परफॉर्म कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, किसके साथ आओगी तुम? किसी ना किसी के साथ तो आना ही पड़ेगा। Bullshit. तुम्हें पता है कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मैं तुम्हें किसी और लड़के के साथ देख नहीं सकता। You know that? सुहान प्लीज यार, रॉक कॉन्सर्ट है, मैं अकेली कैसे आ सकती हूँ? प्लीज जेलस मत हो। अच्छा सुनो What? तुम जिसके साथ बोलोगे मैं उसी के साथ आऊंगी। ओके? Really? किसके साथ आऊँ? Yeah. Yes way. No. वैसे भी इस चंपू को तुम्हारी वजह से काफी मार पड़ चुकी है और मुझे इस चंपू से कोई खतरा नहीं है। सुहान ओके आज भी जब उस दिन के बारे में सोचता हूँ तो मेरे कान में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन मेरी कुर्बानी बेकार नहीं गई। मैं उस दिन अकेले सीढ़ी पे बैठा सोच रहा था कि अचानक हाय चंपू। ओह माय गॉड चंपू, तुम रो रहे हो? नहीं, आंखों में कचरा चला गया। ये लो। ये क्या? आई एम सो सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से। नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं। और डोंट बी सॉरी, वी आर फ्रेंड्स। और फ्रेंडशिप में कभी कोई सॉरी या थैंक यू नहीं बोलता। फ्रेंड्स आर फ्रेंड्स, ओके? ओह चंपू, यू आर सो स्वीट। डोंट क्राई। अच्छा सुनो, तुम मेरे साथ रॉक शो में मेरी डेट बन के आओगे? I would love to come. चंपू you're late. I'm sorry, वो मैं नया सूट लेने गया था ना इसलिए। कैसा है सूट? वाओ, एक बार देखो तो सूट। come on. Friends, get set to rock with the superstars. I said, hey-oh. Hey-oh. I can hear you. Louder. Jet. I love you too. रंग जमा के, ताल बजा के, चाल बिछा के, उड़ जाना ब्रो। रंग जमा के, उड़ जाना, ताल बजा के, उड़ जाना, चाल बिछा के, उड़ जाना ब्रो। आशिकी ये मेरी
आज की तो नहीं फिर ये क्यों उड़ने लगा तितली के पंखों में रंग आए मुझको भी उड़ने पे ढंग आए ऐसे में कोई जो संग आए उड़ जाना रंग जमा के उड़ जाना ताल बजा के उड़ जाना जाल बिछा के उड़ जाना उड़ जाना उड़ जाना Yeah, this is the conflict. Juggle Bundy in style. हाथों पे अगर कोई ले ले हम उसकी लकीर हो जाए कोई आंखों में पेश करे तो I swear फकीर हो जाए जो दिल कहे तो सुन लेना सुन ले कहे उड़ जाना आशिकी ये मेरी आज की तो नहीं फिर ये क्यों उड़ने लगा चिंगारी चले तो उड़ती है खुशबू भी खिले तो उड़ती है आशिकी मिले तो उड़ती है उड़ जाना रंग जमा के उड़ जाना ताल बजा के उड़ जाना जाल बिछा के उड़ जाना उड़ जाना उड़ जाना रंग जमा के उड़ जाना ताल बजा के उड़ जाना जाल बिछा के उड़ जाना उड़ जाना उड़ जाना Put your hands together. Do you want more? خدای من چه غم انگیز. معذرت میخوام وقتی این قصه پر احساس و غم انگیز رو شنیدم چشمام پر آب و گلوم خوش شد. من میرم چای درست کنم بیارم برای تو هم چیزی بیارم. کمپو منو ببخش من رفته بودم تو برای شخصیت تو ببینم برای تو هم چیزی بیارم. آگاستیا اگه یه فنجون کوچیک بون ویتا دارین میخورم. نه بابا جون من بون میتا نمیدونم چی فقط فنجون کوچولو دارم واسه بیارم. برای تو چی بیارم؟ دنبال من بیا. دنبال چی میگردی؟ روش دم کردن چایی؟ خفه شو. پیدا کردم 5 میلیون پیدا نکردم ولی یه فکر عالی کردم. یه فکر عالی کردم. نه بابا جون پول کجا بود؟ چرا شهر بگی بشید واسه شهر بدم. بگی بشید واسه بگم بابا جان. ماده 25 تبصره مربوط به ازدواج میگه
بعد از طلاق شوهر سرپرست و مسئول نفقه زن پیشین خود می باشد، البته تا زمانی که زن پیشین مجرد باشد و اگر زن پیشین ازدواج مجدد بنماید تمام خرجی و مسئولیت به عهده شوهر تازه زن خواهد بود. بنابراین هیچ لزومی نداره که به اون نفقه بدی. یعنی اگه چمپو با پیا ازدواج کنه ما دیگه 5 میلیونی نمیدیم؟ این دفعه به خاطر اشتباه شما خودمو گیر نمیندازم. خیلی خوب باشه، هر طور که دوست داری. من داشتم بهت کمک میکردم، داشتم به عنوان یه دوست و یه وکیل وظیفه خودم انجام میدادم. بقیه‌اش دیگه میل خودته. دیگه هیچ رای دیگه بلد نیست. نه. خب چی میگی؟ شما چی میگی؟ من میگم که ما واسه پیا پسری بهتر از این نمیتونیم گیر بیاریم. باید خیلی زود یه تاریخ خوشیوم پیدا کنیم، هر چه زودتر ازدواج این دوتا رو برگزار کنیم. من فکر میکنم اگه یه بارم نظر پیا رو بپرسیم بد نمیشه. بد نمیشه. بیا پسرم، بونویتا همون که میخواستی. متشکرم. خب پسرم، حالا تصمیم چیه؟ میخوای واسه آینده چی کار کنی؟ جواب بده. هیچی عمو جان، من فکر میکنم باید به خونم برگردم. اما میدونین من واسه پیا خیلی نگرانم، نمیدونم اون در چه وضعیه. ببین پسرم، هر چی که تو زندگیه به خیر و صلاح خودمونه. اگه همه چیز تو زندگی پیا خوب و درست پیش میرفت تو الان نشسته بودی و با اون بونویتا میخوردی. اینجا رو این بالکن نمیستادی با من و ایشون بونویتا بخوری. بله. چی؟ نمیفهمی؟ ای بابا الان بهت میفهمونم. ببین پسرم، تو به خاطر این رو این بالکن با ما داری بونویتا میخوری. نمیفهمم. چون که پیا از همسرش جدا شده. علتش اینه. هنوزم نفهمیده. یه دقیقه صبر کنین عمو جان، یعنی شما میخواین یه چیزی درباره پیا و بونویتا چی داری میگی بابا جون؟ چی داری میگی؟ الان واضح‌تر میگم تا خوب بفهمی پسر جان. ببین من بهت گفتم پیا جدا شده، یعنی که طلاق درسته. ولی معنیش اینه که اون با همسرش زندگی نمیکنه و یه معنی دیگه هم اینه که اون بازم تنها شده و تو بعد از 7 سال 7 تا دریا رو گذروندی اومدی اینجا واسه چی؟ بونویتا بخورن. نه بابا چی داری میگی؟ تو نیومدی اینجا بونویتا بخوری. خوب گوش کن، تو برای این اومدی اینجا چون پیا قسمت توه و تو هم قسمت پیا هستی. یعنی شما دو تا باز هم دیگه ساخته شدی. حالا فهمیدی؟ و خیلی هم به هم دیگه میایید. واقعا و پیا فقط مال توه. مال تو. جدی میگی؟ آره فقط مال تو. اون مال منه. آره اون مال تو، اسم تو رو اون نوشته شده. و یعنی چرا باید طلاق میگیره؟ چرا باید بعد از 7 سال برمیگشتی اینجا؟ آره دوستان عجب نکته. عجب نکته‌ایه. و یعنی برای چی باید اینجا وایسی و بونویتا بخوری؟ بیا اینم از آدرسش بگیرش. دادگاه نامه‌ها و فرمای طلاقشو به این آدرس میفرستاد. حالا فوراً برو یه بلیط هواپیما واسه نیویورک بگیر تا 24 ساعت دیگه پیا در کنار تو خانم جان. یه دقیقه صبر کنین، ولی من برم اونجا چیکار کنم؟ من خودم بهت میفهمونم. نه جانم تو ساکت باش، من خودم بهش میفهمم. ساکت باش من خودم بهش میگم. این یه بازی جادویی پسرم، نگاه کن. میدونی یا نمیدونی؟ عاشق خالیته، بخوری پاته، نخوری پاته. این کیه؟ طرف تو رو قیام میکنه. بیاین زود باشین. नमस्ते जी नमस्ते। आओ बैठो 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 चलो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? म्यूजिक कौन बजाएगा? तेरा बाप? जाने ना माने के माने ना जाने जमाना पर पिया ही जाने ना जाने ना माने के माने ना जाने जमाना पर पिया ही जाने ना मन जाने जाने मन
मन जाने जाने मन पिया मन जाने ना जाने के जाने ना माने के माने ना जाने ज़माना पर पिया ही जाने ना बशर की कज़ा बशर की मज़ा बशर का सज़ा बशर की ज़बान सीले खामोश कीले लगा ले लब से कुशादा पीले तेरी आशिकी तेरी दोस्ती ज़मा कना कोशिश हमारे उल्मा गया रसूखी नहीं सुनी तो ओ टूटी फूटी शायरी में लिख दिया है डायरी में आखिरी ख्वाहिश हो तुम लास्ट फरमाइश हो तुम टूटी फूटी शायरी में लिख दिया है डायरी में आखिरी ख्वाहिश हो तुम लास्ट फरमाइश हो तुम तू समझता क्यों नहीं है दिल बड़ा गहरा धुआं है आगे चलती है हमेशा हर तरफ धुआं धुआं है कूद जाती यहाँ मिलेगी हिल जरा दुनिया गिलेगी वरना माई डियर हरा गिरी कर हरा गिरी कर हरा गिरी कर بسلی کاسکوزتون جمع بکنی عمو داری چی کار میکنی؟ آهنگ به این قشنگی رو میخوای قطع کنی؟ ابله جان آهنگ اگه از 5 دقیقه بیشتر بشه تماشاچی حوصله‌اش سر میره कोई तो जलवा दिखा दे कर पिया से इश्क है जान जाती है तो जाए छोटा सा तो रिस्क है कोई तो जलवा दिखा दे हर पिया से इश्क है जान जाती है तो जाए छोटा सा तो रिस्क है तू अगर ना खून से काटे हीरा भी कट जाएगा आंख भर के देख ले तो बल्ब भी फट जाएगा प्यार का सिस्टम वही है तेरा तो प्रीतम वही है वो नहीं तो हरा गिरी कर हरा गिरी कर हरा गिरी कर मन जाने जाने मन मन जाने जाने मन पिया मन जाने ना जाने के जाने ना माने के माने ना जाने ज़माना पर पिया ही जाने ना जाने के जाने ना माने के माने ना जाने ज़माना पर पिया ही जाने ना हे गाइस थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी यू नो मुझे एहसास दिला कि मेरे और पिया के बीच में ये भी हो सकता है छोड़ना बात को मत समझाए क्या एक्सक्यूज मी वो नकली पिया ले गया बट आई एम गोइंग टू न्यूयॉर्क टू असली पिया थैंक यू थैंक यू वेरी मच متشکرم خیلی ازتون متشکرم دوستان متشکرم واقعا ازتون متشکرم احتیاجی به تشکر نیستیم وظیفه ما که کار نکردیم عمو جان
بون کجا بون میدن ها؟ بون؟ بایش بون قصاب؟ بایش به زمان پرسی خودم میخواست به ما بگه که خارج بوده از اینجا به بعد یه خیلی جالب میشه. هیچ شانسی نداره همون جون شما تصور میکنین این چمپا روی پیا تاثیر این چمپا دیوونه شدی؟ این کارو فقط خودت تو میتونی انجام بدی. این که مسئله نیست. ولی عمو جون من چطور برم نیویورک؟ چطور بری؟ این پولم اندوخته عمرمه، برای ازدواج کنار گذاشته بودم ولی حالا واسه طلاق تو مصرف میشه. بگی بزنم بگیری کرم من قول میدم عمو جون بعد از این که پول نفقه رو دارم داماد کنم. خدا عمرت بده. نه اون هواپیمای من نیست. من اینجا این پایینم توی تاکسی. من برای پیدا کردن پیا دارم میرم نیویورک ولی اونجا چیکار میتونم بکنم؟ من هیچ ایده‌ای نداشتم. اشکالی نداره چون خودم بهتر از همه اینا میدونم. این بلیتتون، اینم پاسپورتتون. به سلامت. متشکرم. سلام. کنار پنجره یا وسط؟ فرقی نمیکنه، فقط کنار صندلی آگاسی راهو باشه. سوهن اگاستیا راو چمپو همون که به پیا علاقه داره. درسته. بالاخره به نصیحت‌های من گوش کردی. داری میری نیویورک؟ داره. تو برای چی میری اونجا؟ چی کار داری؟ من دارم میرم قله گات کوپر. کی میری؟ دو توقف بعدی. از مسافرین محترم بس کن رفیق. Excuse me. معذرت میخوام، میتونین برام یه شکلات گرم بیارین؟ میخوام آرامش پیدا کنم. ببخشید آقا، موقع بلند شدن هواپیما از پذیرایی معذوریم. Excuse me, my dear. I can't find my... Hey, داره. Oh, thank you, my love. Oh, my God. You smell good. Estee Lauder. Pleasure. My favorite perfume in the whole world. Sweetheart, can... ببخشید میشه این کت من یه جای واسم آویزون کنی؟ بله. و یه چیز دیگه، یه آبسیب و یه کیک پنیر. گفتم که موقع بلند شدن هواپیما از پذیرایی معذوریم. پس شکلات گرم ایشونو میشه بیاری؟ حتما. متشکرم. معلومه خیلی بشه گیز. ای وای، ببینم تو چطوری این کارو کردی؟ مگه چی؟ دیدی دختره چی گفت؟ اگه من مثل تو بودم، یعنی اگه من همراه پیا بودم، نمیدونستم چطوری سر صحبت رو باز کنم. خیلی دلم میخواد مثل تو باشم. یعنی من برای دختر جذاب؟ آره. این خوششانسی منه، اینطوری متولد شدم. نمیدونم، شاید مهره مار دارم. آقا این شکلات گرم شما. متشکرم. و اینم آب سیب شما. چقدر متشکرم خانم عزیز. یه چیز رو میدونستین، این واسه شماست. از لطفتون بی نهایت ممنونم. خواهش میکنم. متشکرم. من از الان دلشوره گرفتم. دارم فکر میکنم وقتی فردا شب پیا رو ملاقات کنم چیکار باید بکنم. من حتی نمیدونم اون چی رو میپسنده چی رو نمیپسنده. امیدوارم من خودم یه احمق براش نسازم. خدایی که اون بالاست منو برای حل مشکل تو فرستاده. اگه این معجزه اون نباشه پس چیه؟ ما دوتا توی یه هواپیما داریم میریم نیویورک و در ضمن کنار همدیگه هم نشستیم. آره حق با تو. ببین، قول میدم کمکت کنم، مخصوصا که حکایت غم انگیز تو با اون برام گفتی. واقعا من با خودم عهد بستم تا وقتی که تو ازدواج نکردی بلیت پرواز برگشت به بمبئی رو نگیرم. قول میدم. و اینطوری بود که مأموریت شروع شد و به این ترتیب در ادامه داستان یه ماجرای بزرگ در حال تکوین.
خدایا من کاملا خودم رو به دست سوهان سپرده بودم. اون برام مثل یه پدر تعمیدی بود. پول تاکسی رو تو حساب کن. چشم. معذرت میخوام آقا، شما این آدرس رو بلدین؟ همون دختر کوچولوی شیرین، پیا واحد کناری مونه. لازم نیست راه دور برین آقا، اون درست در همینجا توی همین آپارتمانه. اونی که پرده صورتی داره. اون احتمالاً الان باید خواب باشه. شما باید برادرش باشین، اون دربارتون واسم گفته. برادرش؟ شما باید همونی باشین که راجع بهتون صحبت میکرد؟ احتمالاً. از آشناییتون خیلی خوشحال شدم. هی رفقا، شما چیکار میکنین؟ عاشقی یه مری آج کی تو نہیں پھر یہ کیوں رفیق اینم کرایه ما. این بچه دنبالم بیاین. یه خونه میسازم روبروی خونه ات، دنیامو میسازم میشم همسایت. یه خونه میسازم روبروی خانه ات، دنیامو میسازم میشم همسایت روبروی خانه ات. सोहन क्या देख रहा है? इतनी जल्दी मिशन भूल गया? अरे हाँ पिया, मुझे दिखाना, मुझे देखना है. अभी सो रही है? ओके. देखते रहे तू, जब उठ जा तो मुझे फौरन बुला लेना. क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ 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 हाँ. तू सच बोलता था. 7 साल बाद कितनी फैल गई है. Behave yourself. Sorry. Relax. Sorry. Chill. Sorry. Control. Sorry. दिमाग खराब हो गया? ये तुझे पिया दिखाई देती है? तो ये कौन है? प्लीज अपने चश्मे का नंबर चेक करवाइए, मिस्टर गुस्तुरवराव. ओके? I'm an Indian, not Russian. क्या? Agastya Rao. क्या? Agastya Rao. Sorry. Please, can I see it once? Please. ये क्या कर रहा है? ये पुथरू क्या है? I'm an astronaut. अच्छा. और ये टेलीस्कोप है. बाइनोक्यूलर का बाप. ओह, मुझे भी एस्ट्रोनॉट बनने का है. हट. Why are you pushing me? फिर उसका बेटा पकड़. बाइनोक्यूलर. कमाल है यार. रुक. कुछ करना पड़ेगा. سوهان عقیده داشت من با این قیافه نمیتونم پیا رو تحت تاثیر قرار بدم. برای همین اون منو مثل خودش کرد. सुहान को एहसास हो गया कि पिया मुझसे इस तरह तो इम्प्रेस होने वाली नहीं, इसलिए उसने मुझे बिल्कुल अपनी तरह बना दिया.
کاملا شبیه تو شدم، درسته؟ فوق ستاره. نه سوپر استار شدی. چی میتونم براتون من بیارم یه آقایون؟ آبسیب با یه بستن قیفی. احمد جون دلم برای تنگ شده. تو اینجا چی کار میکنی؟ کدوم عمو کیه آقای محترم؟ شما یه برادر دوقلو تو هندستان نداری اینقدری؟ من اینقدری هم چطور میشه برادرم اینقدری باشه؟ من هیچ برادر دوقلویی ندارم، در این مورد کاملا مطمئنم. میرم آب سیب و بستنیتون رو بیارم. خدای من دیدیش؟ به قیافش درست دقت کردی؟ عینه فتوکپی عمومه، ولی این امکان نداره. چطور امکان نداره؟ بلکه همیشه میگن و مینویسن تو دنیا لااقل 7 نفر چهره مشابه دارن. مزخرف نگو. نه مزخرف نمیگم، دانشمندان اینو ثابت کردن. نه بابا، از یه چهره 7 تا وجود داره. و چی؟ یه دقیقه منظورم اینه شبیه پیا 6 تا دختر دیگه هم هست. چرا قبلا فکرشو نکرده بودم؟ من میخوام تنهایی همشونو به دست بیارم. نظر چیه؟ تو چهره پیا رو دوست داری یا شخصیتشو؟ هر دوشو. پا این مزخرفتو فراموش کن تا رو مأموریتمون متمرکز بشی. خیلی خوب بگو. امروز اولین روز مأموریتمونه، پس باید حسابی خودمونو جمع کنیم به همون اندازه که میگم انجام میدی، نه کمتر نه بیشتر، وگرنه همه عملیاتمون خراب میشه. وقتی که پیا از آپارتمانش خارج شد تق 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 با نگاهت یه طوری عکس العمل نشون میدی که انگار ناگهانی دیدیش. گوش کن. یه دقیقه صبر کن، یه بار دیگه نشون بده. حالا بذار من نشون بدم، خواهش میکنم نگاه کن. بازید واقعا جهانیه، تو باز بری هالیوود. باز من مسخره کردی. موقعی که داری راه میری تو اونو پیا صدا میزنی اینطوری پیا. Oh my God! Oh my God! How amazing! Amazing! ऊपर लड़के देखिए उसके हाई स्पीड में बहाल हो रही है. بعد در حالی که باد موهاشو اکشن کرده محو تو میشه. حالا عین شیر برو نترس، همه چی که یادته؟ آره؟ نه. چه؟ میترسم وقتی پیا رو دیدم همه چی رو فراموش کنم. تو هم همراهم بیا. چرا؟ یعنی چی؟ چرا یعنی چی؟ خب برای اینکه اعتماد به نفس دارم میترسم زبانم بر بیاد. بیا زودتر برگرده. نه گوش کن چی میگم. من یه کاری میکنم، باهات میام، همراهت هستم ولی نمیتونم پیشت باشم. باشه؟ بریم. یه دقیقه صبر کن ببینم با این موها میخوای بری پیشش؟ به هم ریخته؟ آره زشته. حالا خوشتی بشونی. متشکرم. حالا سفت و محکم و مصمم. خیلی مصمم میرم اونجا. خیلی خب بریم. بزن بریم. فهمیدی که چیکار میکنی ها؟ بزن بریم. حرکت. الو بله همه چیز خوبه. چی؟ پیا؟ کت برگرد دوباره شروع میکنیم با انرژی، با صدای رسا، با احساس، با هیجان. برداشت دوم آماده؟ حرکت. الو نه بله دقیقاً. این توی پیا؟ کت این چی کاریه میکنی؟ دوباره. حالا با صدای بلند بگو پیا. برداشت سوم حرکت. بله همه چی خوبه. پیا. No problem. منم خدای من چمپو؟ آره خودمم.
تو چرا عوض شدی؟ تو کی اومدی نیویورک؟ امروز صبح امروز. هیچ طوری نشد. وای جازهش بود. از دیدنت خوشحال شدم. من سلام پیا. خوشحال شدم. سلام. خداحافظ. من زوبین پاتی بای. پیا خداحافظ. بای بای. خداحافظ پیا. کجا هستی؟ خداحافظ پیا. خداحافظ. خداحافظ پیا. تا پیا رو دیدی؟ همراه اون پسر زوبین. آره دیدم، همه چیز دیدم، ولی گند زدی. اون اینجور آدم ها رو تحویل نمیگیره. چرا لال شده بودی؟ من رو لبات سنجاق زدن. من از اول گفتم این کارو نکن. وقتی پیا رو میبینم عین احمقا میشن. منو به گروه اسب لنگ شرط بستم. من یه فکر عالی دارم. ببخشید داشتم میشنیدم نتونستم جلوی خودم بگیرم. این یه میکرو تاکیواکیه، یعنی یه میکروبیسوم قابل حمله. من با این وسیله میتونم از همینجا کل خدمتکارا رو کنترل کنم. باز اعتراف کنم کارتون فوق العاده بود عموجون. هر وقت نمایشتون رو تموم کردین خواهش میکنم به ما بگید تا ما بتونیم در مورد کارمون صحبت کنیم. من داشتم سعی میکردم بهتون کمک کنم. نه خواهش میکنم لطفا ادامه بدی. آفرین بذاری خوب. این وسیله دوتاییه، یکیشو تو میذاری پشت گوشت، اون یکیش هم تو پشت گوشت میذاری. بعدش هر حرفی رو که تو میخوای به این بگی و نمیتونی به این بگی، این برات انجام میده و به تو میگه. حالا شد عموجون، حالا یه دردی خوردی. زود باش بریم کارمون تموم شد. خیلی متشکرم. اما گوش کنی یادتون باشه بردش فقط 100 متره با. امتحان میکنم. بی خاصیت به درد نخور تکون بخور. سوهن صدات میاد، یه دفعه دیگه تکرار کن. بی خاصیت به درد نخور تکون بخور و گوشم. لعنتی پس دوباره زود باش به درد نخوره در بداغون. زود باش کارت اعتباریتو در بیار بده من. چرا؟ چرا من دارم این سوال میپرسم؟ دارم به همین فکر میکنم. چرا؟ آخه تو داری به خاطر کار من میری. درسته. میتونی از کارت اعتباری شغلیم استفاده کنی. اینو به هم بده. از امرو این کارت اعتباری پیش من میمونه و تا من برنگشتم تو همینجا تو ماشین میمونی. وقاحت کارت اعتباری منو میگیره، یعنی آخر عاقبت منو تو از کدوم جهنمی اومدی؟ یعنی منو نشناختی؟ نه. سوهن پس معلومه هیچکی نمیتونه منو بشناسه و منم به آسونی میتونم 100 متر ازت دور باشم. این کتاب خاطرات پیکاسوه، اما این که خیلی کنده دست دومه، فقط برای اینکه به نظر بیاد تو خیلی خوندی. معذرت وای چمپو تویی؟ من خیلی متاسفم. اشکال نداره به هم میگی چمپو، بیشتر خوشم میاد. اما تو اینجا من داشتم از اینجا رد میشدم که دیدم اینجا مغازه است. با خودم گفتم بهتر. تو اینجا کار میکنی؟ نه برای کسی کار نمیکنم، مال خودمه. طراحی داخلیش هم این مغازه خودته؟ بله. این گلارم تو طراحی کردی؟ بله. تو میدونی اسم این گل هلیکونه؟ شگفت‌انگیز افسانه‌ای. تو از گل خوشت میاد؟ چی؟ تو از گل خوشت میاد؟ از گل خوشم میاد. از گل خوشم میاد. من عاشق گل هستم. گلا تو وجود من هستن. تو وجود من هستن. شما وقتی منو دیدین حس کردین با گلا رابطه اما هرگز نباید از ظاهر کسی قضاوت کرد. ظاهر کسی قضاوت که شما دارین تو جنگلای مناطق گرمسیری آمریکای جنوبی حالا باهاش دست بده. تو خاطرم میمونه با وجود اینکه تو پسری انقدر به گلا علاقه داری. I'm impressed.
लड़के होने के बावजूद भी तुम्हें फ्लावर्स में इतनी दिलचस्पी है। देखिए, मैं ये लड़का लड़की वाली बातें नहीं मानता। I don't believe in this लड़का लड़की। I'm a homosexual. I'm a homosexual. Oh shit, don't say that. Metrosexual. 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 کتاب بنداز. کتاب افتادش. متشکرم. از پیکاسو خوشت میاد؟ از پیکاسو خوشم میاد. من عاشق پیکاسو هم. پیکاسو تو خون منه. ولی تو از کجا فهمیدی؟ آها، مشاهده تند و هوشمندانه. میدونی من این کتاب پیکاسو رو 4 بار خوندم. میدونی قشنگترین چیزی که پیکاسو داره چیه؟ چیه؟ بله؟ میخواستی درباره پیکاسو یه چیزی بگی؟ پیکاسو آره پیکاسو تو کس زورو پس اون نامریه که من دیدم که بود. تو واقعا میخوای درباره پیکاسو بدونی؟ فراد تو فراد کرکه دیگه. زبین تو خیالاتی شدی؟ نه خیر، اصلا خیالاتی نشدم. اون وایساد بود پشت مغازه پیرا. خیلی خوب، اگه باور نمی‌کنی مهم نیست، ولش کن. بفرمایید. آگاسیا، من واقعا خوشحال شدم برای شما همراه ما اومدی. من از قبل همه غذا رو سفارش شدم. همه‌شون حاضر آماده هست. کیف می‌کنی؟ غذای متنوع. تو از غذای ایتالیایی خوشت میاد؟ من از غذای ایتالیایی خوشم میاد. من عاشق غذای ایتالیایی هستم. غذای ایتالیایی تو خون منه. سوهان برای پوشیدن صحنه لباس و بازی تو فیلم هیچ وقت شانسی پیدا نکرده بود. بنابراین اون همه کمبوداشو تو این مأموریت جبران کرد. هر وقت می‌دیدمش در حالی که یه لباس عجیب پوشیده بود ظاهر می‌شد. اون واقعا خیلی بامزه بود. من یه پیتزا با سس تند میخوام. منم مثل ایشون میخوام. متشکرم. منم یه سوپ رژیمی میخورم. بسیار خوب آقا. فقط سوپ رژیمی؟ سوپ باش. یه غذای دیگه هم سفارش بده. من از غذای ایتالیایی متنفرم، مخصوصا غذای تند و پر ادویه. تو از غذای تند خوشت نمیاد؟ من از غذای تند خوشم نمیاد. تو از غذای تند خوشت میاد؟ من از غذای تند خوشم میاد. من عاشق غذای تندم. فلفل تو خون منه. فلفل تو خون منه. अगस्त्य तुम ठीक हो ना? Wicked. I love spicy food. और खाओ, तुम्हारा वो इटालियानो क्या था? अरेबियाता. It's really nice. Idiot. هی آقا، این مرد که اینجا بود کجا رفت اون طرف. تو اونجا پشت اون مغازه بودی، مغازه بیا، خودم میدونم. تو فکر کردی من احمقم؟ سمت میرسم. وای چطوری برم؟ شامپو کارت انجام شد. درگم آگه. क्या ढूंढ रहे हो अगस्त्य? क्या ढूंढ रहा हूँ? हाँ, मिल गया। ब्रुकलिन ब्रिज। बचपन से इसे देखना चाहता था।
It's really beautiful. واقعا زیباست، اینطور نیست؟ برای همه چی متشکرم. از زوبین تشکر کن که صورت حسابو پرداخت. نه، منظورم اون نبود. من امشب لحظه‌های فوق‌العاده‌ای داشتم. منم همینطور. بلکه من بعد از 7 سال اینقدر میخندم. 7 سال؟ یه چیزی بپرسم. بله. ناراحت نمیشی؟ نه. تو توی دانشگاه یه دختری دوست داشتی نه؟ من شنیدم اون دل تو رو شکست و برای همین تو دانشگاه رو ترک کردی و رفتی. کسی نفهمید کجا رفتی، فقط ناپدید شدی. تو اون دختر رو خیلی دوست داشتی نه؟ ببینم هنوزم دوستش داری؟ متاسفم، ولی فکر میکنم تو هنوز نتونستی فراموش کنی. اشکالی نداره اگه بپرسم اون دختر کی بود؟ ببین عباسی، تو میتونی به من اعتماد کنی، شاید بتونم کمکت کنم. خواهش میکنم بگو اون کی بود؟ تو چه کمکی میتونی به من بکنی؟ اون حالا دیگه ازدواج کرده. خب تو میتونی یه دختر خوبی دیگه پیدا کنی، اونو فراموش کن. نه، من فقط با اون ازدواج میکنم. نه، اگه ازدواج کنم فقط با اونه. خداحافظ زوبین، خداحافظ آگاستیا، شب بخیر. तीस सेकंड में नाइटी पहन के बाहर आ जाएंगी। लेकिन रिमोट कहाँ छोड़ दिया मैंने सुबह को? किचन में। जंप करेंगी काउच पे। सबसे इमोशनल पिक्चर देखेंगी या मीना कुमारी की तरह रोएंगी? What are you doing? चॉकलेट खा रहा हूँ और केस स्टडी कर रहा हूँ। Okay, now excuse me, मुझे देखने दो। क्यों भैया? डायलॉग स्क्रीन प्ले मुझे लिखना है, तू देखे क्या करेगा? हाँ। मुझे नहीं लगता आपको ऐसे देखना चाहिए। क्यों? नहीं तो आपको भी प्यार हो जाएगा। क्या? मुझे किसी के प्यार वार की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ठीक हूँ। रख अपने पिया को अपने पास। अब क्या कर दिया ये? सैटेलाइट से कनेक्शन लिया? टेलीस्कोप से। ओह फैंटास्टिक, क्या क्लैरिटी है। पॉपकॉर्न आ दे।
अजनबी शहर है, अजनबी शाम है, जिंदगी अजनबी क्या तेरा नाम है, अजीब है ये जिंदगी, ये जिंदगी अजीब है, ये मिलती है बिछड़ती है, बिछड़ के फिर से मिलती है। अजनबी शहर है, बगैर भी हमें मीठी लगे उदासियां, क्या ये आपका कमाल है, शायद आपको खबर नहीं, हिल रही है पाँव की जमीन, क्या ये आपका ख्याल है, अजनबी शहर में जिंदगी मिल गई, अजीब है ये जिंदगी, ये जिंदगी अजीब है, मैं समझा था करीब है, ये और का नसीब है। बात है ये एक रात की, आप बादलों पे लेटे थे, वो याद है आपने बुलाया था, सर्दी लग रही थी आपको, पतली चांदनी लपेटे थे, और शॉल में ख्वाब के सुलाया था, अजनबी ही सही, सांस में सिल गई, जिंदगी रकीब का नसीब है।
उस दिन पहली बार मैंने पिया की आंखों में अपने लिए कुछ देखा और हमारे मिशन का इंटरवल हो गया। You look stunning. Thanks. मैं कैसा लग रहा हूँ? Like a rock star. Nah, superstar. ना, सुपरस्टार। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। कुछ याद आ गया। अच्छा या बुरा? अच्छा या बुरा? अच्छा। Apple juice. And wine. And wine. अब दोनों को मिला के पी। Thank you. Thank you. Cheers. ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारी स्माइल नंबर 6। तुम्हारी 6 स्माइल को देख। जानती तुम्हारी 6 स्माइल। तुम जानते तुम्हारी 6 स्माइल से। स्माइल नंबर 1 जब तुम दिल से मुस्कुराते। स्माइल नंबर 1 जब तुम दिल से मुस्कुराती। स्माइल नंबर 2 जब तुम झूठ मूठ का मुस्कुराती। स्माइल नंबर 3 जब तुम शर्मा के मुस्कुराती। और स्माइल नंबर 4 जब तुम कोई शरारत करके मुस्कुराती। स्माइल नंबर 5 जब तुम किसी को हेलो बोलने के जवाब में मुस्कुराती। और स्माइल नंबर 6 जब तुम कोई बात छुपाने के लिए मुस्कुराती। जब तुम कोई बात छुपाने के लिए मुस्कुराती। ये तुम्हारा स्माइल 6 है। बोलो क्या छुपा रही हो? अगस्त्या, अगस्त्या, अगस्त्या। अगस्त्या पिया के पास जा। अगस्त्या! अगस्त्या! सॉरी। शंपून को बाहर बुला। सोहन, यहाँ 6 हट्टे कट्टे लोग हैं और हम लोग सिर्फ 2 हैं। एक्चुअली में तू एक ही है। जितना बोला है उतना ही कर। ओके। You. Can you please come out? You
wanna act tough? Meet us outside. You're dead, man. प्लीज, ये बहुत चीप टाइप के लोग हैं, इनके चक्कर में मत पड़ो। I'll come back. अगस्त्य, सुहान के सर पर खून सवार था। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस वक्त उसे अगर कोई रोक सकता तो वो थी पिया। अगस्त्य, Who are you? Oh my God, अगस्त्य, तुम ठीक हो ना? Listen, don't you ever say, one second, don't you ever say anything to her, okay? I'll send everybody to the moon, okay? सुहान के मुक्के में भी क्या बात थी? जहाँ मुझे दिन में तारे दिखे, वहीं पिया की नजर में मेरे लिए इज्जत। उस दिन मैं चंपू से चैंपियन बन गया। पिया, हाय। मेरे घर में एक छोटी सी पार्टी है, इसलिए तुम्हें इनवाइट करने के लिए फोन किया। पार्टी? हाँ, बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी? हाँ, या ऑफ कोर्स, मैं आऊंगा। आज शाम को मैं नहीं, एक मेरी बिजनेस मीटिंग है। ओह नो, अगर तुम आ सकते तो बहुत अच्छा होता। एनीवे, नो स्ट्रेस, work comes first. Yeah, of course, work comes first. Yeah. Okay, bye, see you. Take care. سوهان ने ऐसा क्यों किया؟ سوهان چرا این کارو کرد؟ چرا من از رفتن به مهمونی پیا منع کرد؟ این سوال همینجور رو دلم مونده بود و جرأتشان نداشتم از سوهان بپرسم. معذرت میخوام. من جان وینترزم، نویسنده هستم. از ملاقات پاشختم. من چند روزه که شما رو زیر نظر داشتم. از موقعی که می آمدین تا موقعی که پا میشدین و میرفتین. کینگتون. آیا شما یه بازیگر بدشانسی؟ شما من نشناختین؟ میخواین از هم امضا بگیرید؟ در واقع نه. پس وقت من نگیرید آقا. یه دقیقه صبر کنین. من میخواستم یه چیزی بهتون بگم. من توی شبکه تلویزیونی کار میکنم، نویسنده سریال ویکرام و جولیت هستم. موضوعش کمدیه و درباره ویکرامه که از هند به خاطر علاقش به جولیت میاد آمریکا. میخواین من نقش ویکرام بازی کنم؟ نه، کاملا نه. من نقش راننده ویکرام رو بهتون پیشنهاد میدم. چاکرام. چه؟ است که تو نمیدونی با چه شخصیتی صحبت میکنی؟ شما درست متوجه نشدین. شخصیت چاکرام خیلی برجسته تره. من فقط نقش اول بازی میکنم. من یه سوپر استار هستم. بای. जाने देना मुझे प्लीज। क्या कर रहे हो? प्लीज फॉर गॉड सेक, प्लीज let me go. Look where everybody's going now. What? अब क्या करने जाओ? पार्टी तो खत्म हो गई।
Everything is over. They have gone. Plate धोने जाऊं? سلام آگاستی توی؟ عجیبه تو که یه کار خیلی مهم داشتی. آره من احساس کردم تو دنیا هیچ کاری نیست که از دوست آدم مهمتر باشه. اینه که همه چیزو ول کردم و اومدم. من خیلی متاسفم ولی مهمونی تموم شده و همه خوراکیارم خوردن و رفتن. یعنی که دوستت به موقع اومده. آیا شما میخواین کمکتون کنم؟ البته. वाह मेरे शेर घर तक पहुंच गया अब बहुत जल्द दिल में भी पहुंच जाएगा Second table, 1 burger, chips and coke. मैं बोल क्या रहा है तू Pizza for that lady. शंपू Yes, yes. It's my pleasure, ma'am. got a cross connection oh shit ब्रिलियंट ब्रिलियंट Oh God, कितने खूबसूरत है. मेरा मतलब है क्या मैं इन्हें छू सकता हूँ? इधर आओ. खिड़की खोल क्या मैं इसे किस कर शंपू खिड़की खोल कितना क्यूट बेबी है. कौन बिल्कुल तुम्हारे पे गया. Come on, stop crying, stop crying. بچه نازی کاملا به تو رفته. خیلی قشنگه مثل خودت پسر آرومیه. پسر نیست دختره. اسمش هم سوهانیه. این فرشته کوچولوی منه. عزیز دل من. سوهان خواهش میکنم. سوهان پاشو دیگه. سوهان خدا رو شکر فقط 5 دقیقه. من رو حالم خوب نمیتونم. سوهان خواهش میکنم اگه چیزی ازم سوال کنه چطوری جوابش بدم؟ برای سینما حال کنم. کدوم فیلم؟ دیگه لازم نیست بهش بگی. ولم کن. آخه کدوم فیلم ببرم ببینه؟ خواهش میکنم. سلام مرد جوان. پیتزا سان چه پیتزا عالیه عالیه. خدای من.
سلام، اسم من سوهن کاپوره. من پدرت هستم. پاپا. سلام. بهم دست بده. با انگوش دست بدی؟ با انگوش؟ با انگوش. مادرت درست میگفت. تو مثل یه فرشته ای. بهم اجازه میدی بغلت کنم؟ مطمئنی؟ ممنون. بله. وای وای وای. خب بیا اینجا بشینیم. حالت خوبه؟ ای خدای من، همون چشما، همون دماغ، همون لبا. وای وای وای، تو کوپی خودمی. حتی خندهاتم مثل منه. سوهن در کنار دخترش زمان رو فراموش کرده بود تا موقعی که من و پیا برگشتیم. خدای من، تو چطور میتونی اینقدر بی دقت باشی؟ باورم نمیشه. عزیز دلم، منو ببخش. بیاد عزیزم، جونم گریه نکن. بذار اینو بندازم روش. ممنون. یه چیزی بپرسم؟ بپرس. در واقع نه. جونم چی شده آگاستیا؟ نه، من میخواستم بپرسم ولی آگاستیا، تو با اون پسری ازدواج کردی که تو دانشگاه دوستش داشتی، درسته؟ فقط میخواستم همینو بپرسم. اگه تو نمیخوای سوال کنم باشه، من میفهمم، اشکالی نداره. متاسفم، فراموشش. وای خدای من، چیکار کردم؟ چی گفتم؟ خب اون زندگی همیشه اون چیزی نمیشه که ما میخوایم. به تبریک میگم پیا، تو باردار هستی. متشکرم دکتر. قراره جایی بریم سهن؟ मैं परेशान हूँ एक मजबूरी पर, होगा गम जान कर साथ हूँ मैं, मगर मुझको रहना पड़ेगा जरा दूरी पर। सिर्फ 2 ही महीने हैं, सह लो अगर, मेरा फ्यूचर है तेरी कसम, मेरा फ्यूचर है इसमें पिया। हमको मालूम है इश्क मासूम है, दिल से हो जाती है गलतियाँ, सब्र से इश्क महरूम है। तो तुमने उसे कुछ پس چرا بهش نگفتی؟ چطوری میگفتم؟ اون روز اون خیلی خوشحال بود، چون بزرگترین آرزوی زندگیش داشت برآورده میشد. وقتی فهمیدم متأهل بودنش مانع رسیدنش به رویاهاش میشه، منم قبول کردم. با دادن این خبر نمیتونستم رویاهاشو از بین ببرم. بعدش تو چی کار کردی؟ من انتظار کشیدم. تو لحظات تنهایی 1000 بار سعی کردم باهاش صحبت کنم. خانم، میتونم با آقای سوهن صحبت کنم؟ شما کی هستی؟ من چی میتونستم بگم؟
اون ازم خواسته بود که درباره ازدواجمون به کسی چیزی نگم. من هیچ راهی جز انتظار نداشتم. چند هفته انتظار تبدیل به چند ماه شد، ولی از سوهان خبری نشد. من تو اون شهر کاملا تنها بودم تا اینکه یه روز برادرم ویشال به دیدنم اومد. उससे मेरी हालत देखी नहीं गई. نتونست وضعیت منو تحمل کنه. من خلاف خواسته خانوادم پنهانی ازدواج کرده بودم، اما با این وجود اونا منو بخشیده بودن. ویشال منو راضی کرد که تو این وضعیت صلاح نیست اونجا بمونم. منم قبول کردم. خب چی شد؟ اومد؟ نه هیچ وقت نیومد، ولی نامه طلاقش اومد. اونو فراموش کن. تو میتونی یه مرد خیلی خوب پیدا کنی. شبیه این جمله رو کنار پل بروکلین به هم گفتی، یادته؟ اگستیا تو خیلی بانمکی. من رفتم. خداحافظ. خداحافظ. فردا یادت نره میخوام برم پیش پدر مادرم سالگرد ازدواجشون رو تبریک بگم. Good night, Pia. अब पापा को जाना पड़ेगा. घबरा मत, पापा फिर आएंगे. लेकिन प्लान में थोड़ा सा चेंज है. इस बार तुम्हारी मम्मी को भी ले चलेंगे. इतनी भी बुरी नहीं है, you know. Finger shake. Bye, sweetheart. الو بله عمو جون. ها تو ایسان چه خبر؟ ماموریت چطور پیش میره؟ چی شد ایسان؟ همه چی خوبه؟ عمو جون ما در مورد پیا اشتباه میکردیم.
پس تو اشتباه بزرگی کردی سوهن. حالا تو میخوای چی کار کنی؟ همون کاری که خیلی زودتر از این باید میکردم. من میخوام مسئولیتمو به عهده بگیرم. میخوام از زن بچه‌م نگهداری کنم عمو جون. من خیلی اشتباه کردم. میخوام اشتباهاتمو جبران کنم. عمو جون من میخوام پیا و بچه‌مو با هم برگردونم. ولی همه اینا رو انجام میدیم. سلام جان. شغلی رو که بهم پیشنهاد کردی ایته حاضرم انجامش بدم. متاسفانه اون قسمت فیلم برداری شد. من نیاز دارم. تو یه سوپر استاری، چرا باید به چیزی نیاز داشته باشی؟ اگه لازمت داشتم پیدات میکنم. حالا از جلو چشمم دور شو. لطفاً مزاحم کارم نشو. معذرت میخوام، خودم ورش میدم. هی جان من خیلی متاسفم. من خیلی بیادب بودم. حتما خیلی ازم ناراحتی. کار خوبی نکردم. خیلی گستاخ بودم. در واقع آدم بیشوری بودم. ولی حالا منو ببین، جلوت زانو زدم. بهت التماس میکنم، شرمندم. من واقعا متاسفم. خودم رو عوض میکنم جان. گوش کن، باید خودم رو به همسرم ثابت کنم به خاطر بچم. زود باش، خواهش میکنم یه کاری بکن، یه نقش بهم بده. من متاسفم ولی نقش چاکرامو دادم به یه نفر دیگه. ولی سعی میکنم تو یه قطعه دیگه برات یه نقش پیدا کنم. فردا بیا بیاسد ترانزیت ساعت 9. उस दिन पहली बार सुहान मुझसे पहले उठा। पिया, आज मैं एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा हूँ। प्लीज विश मी ऑल द बेस्ट। Still about gaps and rocks, hoes, pimps, beefs, and smoking glocks. با آقای جان وینترز کار دارم. تو راه رو در دوم. ممنون. چقدر قشنگی پیا، تو واقعا یه پرنسسی. نه ولی پدرم خیلی ثروتمنده. پس چرا تو با خانوادت زندگی نمی کنی؟ تو یه همچین جایی حتما یه اتاق برات پیدا میشه. آره همه همینو میگن، ولی هر وقت میام اینجا نمیدونم به چه دلیل همه از یه چیز حرف میزنن. ازدواج من. راست میگی؟ تو به خانوادت گفتی من همراهت میام، وگرنه اونا فکر میکنن تو به همراه دایه بچه‌ت اومدی. البته که گفتم، در واقع پدرم بی‌صبرانه منتظرته. عرض ادب عمو جان. این چه کاریه؟ این پدرم نیست، سرپیش خدمتمونه. سلام، من اگاستیان.
That's why I've chosen the best diaries. So do If you care about your Hi everyone, I'm home. منو معرفی نمی کنی؟ این دوست من آگاستیاست. Okay. I met Priya ka mama. Oh, Mama ji. Oh, he's not bad. He is so sexy. इसका कोई छोटा भाई नहीं है क्या? Huh? No. इसका कोई बड़ा भाई है? Every mother wants the best for her child. مادری بهترین رو برای بچه‌ش میخواد. منم همینطور. هر مادری بهترین رو برای بچهش میخواد. منم همینطور. I have chosen. پوشک بوبو رو. پوشک بوبو با پودر جوزه و نوار محافظ سلایه از شکی و ترشح جلوگیری میکنه. نوار سلایه برای جلوگیری از ترشح، جلوی رطوبت رو میگیره. شب و روز. Your baby. Clearly boo-boo. بوبو بخرین. پوشک بوبو بهترینه. شما خیلی خوشتیبین. مطمئنم هنرپیشه. نه من هنرپیشه نیستم. من فضانوردم از ناسا. فضانوردی؟ هیچ وقت به ما سفر کردی؟ خانواده‌تون چند نفر؟ واقعیتش من تنهام. از بچگی تنها بودم. یعنی خانوادم یه مرد خود ساخته. درسته. من راجگویلان، پدر پیا. از دیدارتون خوشوقتم. سالگرد ازدواجتون رو تبریک متشکرم. میگم. خیلی ممنون. من از رفتار خوبت خوشم اومد. متشکرم. میدونی من موقعی که تازه به نیویورک اومده بودم معذرت میخوام. فقط تو جیبم $5 داشتم. بله. و اون $5 رو در مدت 3 ماه این همون پسر است. همش دنبال پیا. आज घर तक आ गया. Since when are you seeing him? लड़का करता क्या है? घर में कौन-कौन है? सिगरेट पीता है क्या? शादी कब कर रहे हो? अगले सोम को अच्छा मुहूर्त है. Please. کمک نرم افزارهای کامپیوتری بهتر میشه رو بذار معرفی کنم. ابو جان بذاری حدس بزنم. ایشون ویشال هستن، برادر پیا و پسرشون. درسته. تو از کجا میدونی؟ پیا به هم گفته. اون گفته شما قد بلند، خوش هیکل، باهوش و خوش قیافه ازش خوشم اومد. متشکرم. بسیار خوب. شما با هم صحبت کنید. الان من برمیگردم. خیلی خوب. ابو جان شما رو ببینم. من فکر میکنم باید پیش خدمت رو صدا بزنم. شما چیزی میخورین؟ نوشابه که خوبه. نوشابه که حتما میخورین. متشکرم. سلام، من آگاستیام. هی Hi. I'm Dabbu, Piya's cousin. मैं भी आपकी तरह एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ. واو سمبوسه. خب پس آگاستیا اینه. قبلا چیزی دربارش بهم نگفته بودی؟ مادر شما هم که مثل همه ای. پس منتظر چی هستی عزیزم؟ بعد از طلاق این اولین باره که آگاستیا رو میاری پیش خانواده مگه نه؟ مادر اون فقط دوست منه. من اونو دوست ندارم. پیا اگه میخوای خوشبخت زندگی کنی شخصی رو به عنوان شریک زندگی انتخاب کن که دوستت داشته باشه. شخصی که تو دوستش داشتی متاسفانه هیچ وقت نتونست خوشبختت کنه. یعنی شما فکر میکنین آگوستیا به من علاقه داره؟ حتما شوخی میکنی. یعنی اون چیزیه که همه ما میبینیم تو نمیبینی؟ پس اگه واقعا دوست دارین بچه‌تون راحت تر باشه پوشک بوبو رو انتخاب کنین. صبح بخیر. اسم من سوهن کاپوره. هر مادری بهترین رو برای بچهش میخواد. منم همینطور. برای همین من پوشک بوبو رو انتخاب کردم. میدونی پوشک بوبو با داشتن پودر و نوار محافظ سلایه از شیکه جلوگیری میکنه. همه پوشک ها اینطوری نیستن. من به این دلیل پوشک بوبو رو میخرم چون به راحتی قابل تعویضه. حتی آدمای حالویی مثل من که به درد هیچ کاری نمیخورن میتونن عوضش کنن. پس همسرم مجبور نیست نصف شب از خواب بیدار بشه تا پوشک بچه رو عوض کنه. من عوضش میکنم. فقط 5 ثانیه طول میکشه. اگه شما همسرتون رو دوست دارین و اگه بچه‌تون رو دوست دارین پس پوشک بوبو انتخاب درستیه. خیلی عالی بود آقای کاپور.
با اینکه خیلی از کارتون خوشمون اومد ولی نمیتونیم انتخابتون کنیم. چیزی که ما اینجا به دنبالشیم مادریه که راجع به بچهش صحبت میکنه، یک زن. شما آقای جان وینترز رو میشناسین؟ ایشون از من خواستن که تو تبلیغ این محصول شرکت کنم. متاسفم دوست من، شما اشتباه اومدین. ایشون تو اتاق بعدی هست. لعنتی. بله آقای کاپور، ما شیوه تبلیغمون رو تغییر میدیم. در طی چند روز گذشته ما از 100 تا خانم برای این قسمت تست گرفتیم، ولی هیچ کدوم از اونا جوری که شما قلب من تکون دادید رو من تاثیر نذاشتن. اگه شما فرزند و همسرتون رو دوست دارین، پوشک بوبو انتخاب درستیه. این فوق العاده است. بنابراین اگه ما تبلیغمون رو تغییر بدیم و به جای یک مادر که راجع به بچهش صحبت میکنه از یک پدر استفاده کنیم، چی؟ واقعا ابتکار بی‌نظیریه آقای کاپور. آیا شما دوست دارین چهره مشهور معرفی کننده پوشک بوبو باشین؟ البته. متشکرم آقا. This is the study. Uh-huh. And that's Vishal's room. You can pick anything you like from his wardrobe. Okay. I think they should fit you just fine. Agastya? ये मेरे नाना और नानी Hey, what a beautiful painting. जब नाना जी ने नानी को शादी के लिए प्रपोज किया था, तब उन्होंने इस रोमांटिक पल को कैनवस पे उतरवाया था. That's very romantic. And this is the same ring, see? Yeah. अच्छा चलो आप रेडी हो जाओ, हम लोग आपके लिए नीचे वेट कर रहे हैं, ओके? Okay. الو میتونم با پیا صحبت کنم؟ شما؟ من ریچا هستم. هی ریچا، تو کجا هستی؟ کجا غیبت زد؟ خب منو فراموش کن، درباره خودت بگو. من دیروز تو رو با یه پسر خوشتیپ دیدم. اون چامپوه، شناختیش؟ چمپو؟ آره چامپو که تو کالج بود. خیلی خوشتیپه، تو خیلی خوش رسی. اصلا هم اینطور نیست. واقعا؟ آره بابا، اون هنوزم دیوونه اون دختریه که تو کالج دوستش داشت. تو درست میگی، اون دختر تو بودی. تو که نفهمیدی، آخه تو خودت دیوونه سوهن بودی. وقتی اون تو رو با سوهن دید دلش شکست، واسه همین بود که از اون دانشگاه رفت. پیا، با من ازدواج میکنی؟ خدای من.
उससे इश्क करता था, वो मेरे साथ पढ़ती थी, वो मुझसे रूठी रहती थी, न कोई गौर करती थी, मुझे इग्नोर करती थी। Welcome the new face of Boo Boo Diapers, Sohan Kapoor. Congratulations. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. ये लड़का बड़ा अच्छा है, ये दिल का भला लगता है, अगर साथ फेरे कहो ज्यादा भी ले सकता है। सुन, सुनना, गया वक्त आता नहीं, चल, चलना, ये मौका है जाने ना दे। मैं तुमसे इश्क करता हूँ, मैं तुम पे जान देता हूँ, अगर मानो तो अर्जी लेके आया हूँ कि मर्जी हो अंगूठी पेश करता हूँ। इसे कस लो कुंडली में तुम, अगर थोड़ा ढीला लगे। ये संजोग की बात है, क्या जी, जी क्या, ये मुहूर्त मुबारक है। तुम्हें जो भी पसंद होगा वही मेरी पसंद होगी, अगर चाहोगी रातें लंबी हो जाएं तो मानो मैं दिनों को छोटा कर दूंगा। कबूल कर ले। किस्मत में लिखा होगा,
عمو جون من کار پیدا کردم. من مدل تبلیغاتی شدم. قراردادشم توی دستم. حالا میتونم از هر دوشون نگهداری کنم. اما سوهان در گاستیا چی میخوای بگی؟ عمو جون من تمام حقیقت رو بهش میگم. من با اون خیلی بد کردم. به خاطر گناهم هر جور تنبیه هم بکنه قبول میکنم. خیلی خوب. قبول میکنم. خداحافظ. شب بخیر. سوهان میخوام یه چیزی بهت بگم. مطمئنم خیلی خوشحال میشه. اینو ببین. اینهاش. متاسفم. اینو نگاه کن. اینهاش. ये देख 10 अकॉर्डिंग من با پیا نامزد کردم. معرفی میکنم همسر آیندم پیاراو. تبریک میگم عمو جون. ما تو مأموریتمون موفق شدیم.
پیا و آگاستیا با هم نامزد شدن و به زودی قرار ازدواج کنن. دیگه احتیاجی نیست فکرشو بکنی. تمام درگیریامون تموم شد. به این زودی شکست رو قبول نکن سوهن. من یه نقشه عالی دارم. تو میتونی یه کاری بکنی نه که وجود. امروز دیگه نه. امروز دیگه نمیخوام از اون نقشه‌های مزخرفتون بهم بدین. شما همیشه منو اشتباهی نصیحت کردید. امروز دیگه به حرفتون گوش نمیدم. پیا چه بدی کرده در حق ما؟ هیچی. ولی من فقط بهش غم و غصه دادم. ولی دیگه بسه. من پیا رو دیدم. اون خیلی خوشبخته. آگاستیا اونو خیلی دوست داره و همیشه اونو خوشبخت میکنه، چون که اون مثل من نیست. علاقه اون مثل علاقه من مرتب تغییر نمیکنه. شما نمیدونستین وقتی اون متوجه شد که پیا ازدواج کرده بازم علاقهش عوض نشد و همینطور وقتی که فهمید پیا مادر یه بچه است بازم علاقهش تغییر نکرد. ولی متاسفانه شما هیچ وقت نتونستین در هیچ شرایطی اینو درک کنین. اما جون علاقه آگاستیا به پیا هیچ وقت کم نمیشه. اون واقعا یه فرشته است. ولی من هیچ وقت نتونستم خوشبختش کنم، ولی میتونم که رهاش کنم تا خوشبخت زندگی کنه. درسته. Yes. بله. بله کیه؟ سوهن؟ تو عزیزتو پیدا کردی، منم قولمو انجام دادم. نقش من دیگه تموم شد. از حالا دیگه به من احتیاجی نداری. من کاملا مطمئنم تو از پیا خوب مراقبت میکنی. مواظب خودت باش. سوهن رفت به راه خودش و منم به راه خودم. قرار بود تا چند روز دیگه من و پیا ازدواج کنیم. به خاطر همینم من نقل مکان کردم به خونه والدین پیا. اگه شما همسر و بچه‌تون رو دوست دارین، پوشک بوبو انتخاب درستی. قطع کنین، عالی بود. سوهن قرارداد کاریشو تمام کرد و تصمیم گرفت برگرده به هند. سا درد ہے سا راحتی سب ملا دل نشین ایک تو ही नहीं सा दर्द है सा
सुहान के बिना بدون سوهن من یه جسم بدون روح بودم. نمیتونستم درباره چیزی با پیا صحبت کنم و نمیتونستم خوشحالش کنم. मैं ये उम्मीद करता था कि कहीं से सुहान आ जाए और मुझे बचा ले। रूखी रूखी सी ये हवा और सूखे पत्ते की तरह शहर की सड़कों पे मैं लावारिस उड़ता हुआ रास्ते पर तेरी राह नहीं। 100 दर्द है 100 राहतें सब मिला दिल नशी एक तू ही नहीं। वक्त को यूं ही रहने दे, दरिया ने करवट ली है तो साहिलों को सहने दे। सौ हसरतें पर तेरा गम بیشال تو به من زبین یکم آروم باش. اون با من ازدواج میکنه. سلام. سلام شوهر خواهر عزیز. میخوای به اون ملحق بشو چیزی بخوری؟ نه. یه نوشیدنی که میخوای؟ نه فقط یکی. من نمیخورم. چرا اینطوری باش حرف بزنی؟ این مرد برادر زن توه، برادر زنت. این بیشال برادر زن توه. بنابراین وقتی بهت میگه بخور باید بخوری. بگیر. اگه برادر زن تو ازت عصبانی بشه همون بلایی سرت میاره که سر شوهر سابقه پیا آورد. مگه چیکار کرد؟ یعنی تو نمیدونی؟ نه. بیشال باعث شد که پیا طلاق بگیره. همش تقصیر این بود. آره. زوبین تو داری چرت و پرت میگی. یعنی تو حرف منو باور نمی‌کنی، بهم اعتماد نداری ها؟ الان بهت ثابت می‌کنم. الان بهت نشون میدم. مواظب خودت باش. اینجا پر از نامه است که شوهر سابق پیا برای پیا نوشته بود، اما یه دونه نامه هم به دست پیا نرسید. ویشال همه این نامه‌ها رو اینجا مخفی می‌کرد تا شانس دوباره به هم رسیدن اونا رو ازشون بگیره. خیلی آدمی کثافتیه. لعنت به تو. خفه شو زوبین. موضوع اینجوری که میگه نبود. اون آدم خوبی نبود.
اما از آگاستیا خوشم میاد. مطمئنم که این از پیا خوب نگهداری میکنه. درسته میگم؟ Come on. سلام عزیزم، من برگشتم. من برات یه چیزی آوردم، میخوای ببینیش؟ این برای توه. اوه، منو شناختی؟ اینو برمیدارم. این و این بیا بگیرش. شاید این آخرین باری باشه که میتونم تو رو ببینم. من فکر کردم تو رو با خودم از اینجا ببرم، بعدش میخواستم مادرتم همراه خودمون ببرم، ولی باید تنهایی از اینجا برم. اما این نقشه هم به هم ریخت. حرفمو گوش میکنی؟ وقتی تو بزرگ شدی مثل من نشو، مثل مادرت باش. آخ دخترم، خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. نمیتونم ازت برم، به خدا نمیتونم، دست خودم
حالا که نقشات نگرفت از این را میخواستی سوء استفاده کنی؟ ویشال؟ نه پدر، اون دفعه به خاطر شما سکوت کردم، واسه همین کار به اینجا کشید. اومده بچه رو گروگان بگیره. ولی پدر میخوام این دفعه بدمش دست پلیس تا دیگه دفعه بعد. ویشال بس کن دیگه، اون جزئی از خانواده است. واسه همین لزومی نداره برای یه دعوای خانوادگی پلیس رو خبر کنیم. سوئن، این بچه تو هم هست. من وضعیت تو رو درک میکنم، ولی راهش نیست. اگه تو سرپرستی بچه تو میخوای، برو دادگاه و از طریق قانونی اقدام کن. بعد هر چی که دادگاه تصمیم گرفت ما هم قبول میکنیم. پسر، تا بیرون هم رایش کن. بدون شک سوهان خیلی اشتباه داشته، ولی مسلما توی این اشتباه هیچ سهمی نداشته. اونم مثل تو قربانی سوء تفاهمی شد که ویشال به وجود آورده بود. من اطمینان دارم که سوهان تو رو خیلی دوست داره، تو هم دوستش داری. من نمیدونم از کجا افتادم بین شما. تو چطوری میتونی منو دوست داشته باشی؟ من فقط چمپو، یه ابلهم. من حتی نمیتونستم درست باهات صحبت کنم. تو عاشق من نشدی، بلکه دوباره عاشق سوهان شدی.
همه اون حرفاییم که بهت میزدم و تمام اون کارایی که برات انجام میدادم من نبودم، سوهن بود. من فقط جسم بودم. پیا، تو قسمت من نیستی، تو قسمت سوهن هستی. شما دوتا برای هم ساخته شدی. سوهن تو رو خیلی دوست داره، ولی اون احساس کرد که تو با من خوشحالی. به خاطر خوشبختی تو از خوشی خودش گذشت. سوهن بدون تو خورد میشه. اون به تو احتیاج داره. سوهن تو رو خیلی دوست داره، خیلی تو رو دوست داره. سوهن بدون تو، سوهن خواهش میکنم ادامه بده عباس. هرگز کسی راجع به سوهن خوب حرف نمیزد. امروز برای اولین بار دربارش حرفای خوب میشنوم. خواهش میکنم ادامه بده. اون خیلی خوش قیافه است. خیلی دوست دارم درباره اون بشنوم. اون شخصیت خیلی مهربونی داره. خواهش میکنم ادامه بده. اون خیلی تو رو دوست داره. الو ویکاس. سلام، شما کی برگشتید؟ دیشب. برای من کاری هست؟ بله قربان، ولی نقش اصلی نیست، گرچه لیاقتش هم داری. هر نقشی هست، نقش دوم، سوم، مردی، هر چی بشه مهم نیست. تو شرکت بوشپوری یه نقشی هست که به دردتون میخوره. بوشپوری؟ بله قربان. باشه، انجامش میدم. क्या शॉट दिया आओ लेट्स सी द टेक कम ऑन لطفاً یه امضا بدین. پیا، تو اینجا چی کار میکنی؟ من خیلی خواهش میکنم چیزی نگو. ما دیگه نمیتونیم منتظر بمونیم.
آقای چمپو، من میدونم کجا هستی. زود بی بیرون. نه سوهن، نقش من همینجا تموم میشه. من دیگه باید برم. من برای اینجا ساخته نشدم. جای من یه جای دیگه است. متشکرم. اگه اون تنها زنیه که دوستش داشتی، پس چطور شد که به من علاقه‌مند شدی؟ وقتی با پیا و سوهن صحبت کنی جواب همه سوالاتو میگیری. الان دیگه ساعت 8 و اونا حتما بیدار شدن. بیا باهاشون تماس بگیریم. باشه. خواهش میکنم مانیتور رو روشن کن. تولدت مبارک سوهن. متشکرم چمپو. چمپو نه، آگاستیا. من تو فضا آبرو دارم. تو یهو کجا غیبتن؟ این یه قصه خیلی طولانیه، بعداً یه فرصت بهتر برات تعریف میکنم. ولی پیا کجاست؟ بچه پرو بز کن، دست از سرش وردار، اون دیگه زن لاشته. زیاد حرف نزن، فقط پیا رو صدا بزن. زود بهش صداش بزن دیگه. پیا! بله. برو بیا. چی شده؟ یکی برای سورپریز داره. باید بهترین سورپریز باشه. माय गॉड चंपू कहाँ गायब हो गए थे तुम? یعنی چی؟ حرف تو بزن. من یه سورپرایز براتون دارم. شما آمادگیشو دارید؟ سورپریزتو نشون بده. ساکت شد. بیا جلو بیا. نامزد من پرنسی زینکوا. زینکوا؟ یادت من بهت گفتم از یه چهره 7 تا وجود داره؟ خوب بهش نگاه کن. وای، او واقعا شبیه منه. یعنی من واقعا شبیه اونم. وای خدای من نگاه کنم چقدر شبیه منه. خیلی عالی میشه اگه ببینیم همدیگه رو ببینیم. من تا 6 ماه اینجا این بعدش قراره برگردیم. حتما به دیدن ما بیایم. باشه ما حتما میایم. ولی اما شما باید بیایم بنبری. بله ما حتما میایم بنبری. زینکوا من دیگه یه سوپر استارم. این فیلمش یه کمی شوخی داره سر به سر میزنه. من خیلی خوب. همیشه راجع به شما حرف شما چند سنتونه؟ خیلی مراقب آگاستیا باش. خواهم ما دوستش داریم. باشه مراقب خودتون زنگ بزن. بزنی میبینمت.